اگر ویدیو و ولاگ حال میکنید حمایت کنید تا ما براتون بیشتر اینجور چیزا بسازیم و نقاط بیشتر استانبول رو بهتون نشون بدیم. ستونای گنگ بیاید. توسماس گیتار بزن. سلام به برعکس توی خونه. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید به چنل خودتون. این سری شاید پشماتون بریز ولی ولاگ داریم. بالاخره از اون اتاق اومدیم بیرون. ولاگ داریم در خیابان بغداد استانبول. همراه ما باشید. می‌خوایم اسکوترهای برقی خیابون رو بررسی کنیم. بریم غذای مکزیکی بزنیم. یه ذره خیابون رو بهتون نشون بدیم. دیگه همراه باشید. لایک، کامنت، ساب هیچ یادتون نره. دیگه زنگوله هم یادتون نره. همراه ما باشید. بریم برای ویدیو. خب برعکس الان داریم نزدیک خیابون میشیم. برسیم به خود خیابون. الان توی کوچه‌های اطرافشیم. در کنار من علی جنگو می‌بینید داشت به خدمتم. ستونه. خب بریم که خیابون رو بهتون نشون بدیم. هوا امروز خوبه. چند روز خیلی سرد بود. هوا بعد خفنه. امروز متعادله. خب بریم ببینیم چیه قضیه. برعکس این خیابونی که پشت سر من دارید می‌بینید یعنی روبروی من در واقع اینجا بغداده. همکنون بغداد. اونجا هم یه زارای خفنه. بگیر آقای فیلمبردار زارا رو. زارا وزیر نداره. خب ستونا اینجا خیابون یه محله تقریباً و یا نسبتاً خفن استانبول اینجا. نیمه لاکچری دقیقاً. دیگه بریم که بهتون نشون بدیم. الان تو راسته بغدادیم. میریم به سمت بالا. خب همینطوری که میبینید اطراف خیابون، دو طرف خیابون مغازه و رستوران و نمیدونم دیگه کافه و اینا هست برای یه عشق کنید دیگه اینجا بریزید و بپاچید. بعدم شاید در نگاه اول اینجا شبیه خیابون یکی از خیابونای تهران ببینید. نسبتا شبیه ولیعصر به خاطر درختای کنارش. جای باحالیه. الان داریم میریم سمت اسکوترها بگیریم بهتون نشون بدیم که هر کدوم چجوری هست، شرایطشون چیه، قیمتاشون چجوریه. یه دو سه تا اسکوتر برقی اینجا ما هم بررسی میکنیم تو ساحل. ولی همراه باشید. داداش رولیو بگیر. همکنون نمایندگی رولکس. اتوبوس اگه بذاره. اتوبوس نذاشت. نمایندگی رولکس. الان کف بغدادم من الان کف بغدادم. خب الان داریم میریم به طرف ساحل. دیگه دریای اونجا مرمره میشه دیگه. آره اونجا دریای مرمره است. داریم میریم اونجا اون کنار اسکوترهای متفاوتی رو ببینیم و بررسی کنیم. یکی دو تاشو براتون مثال میزنیم تا ببینید چجوریه. یکیش اینجا هست. آقای فیلمبردار میگیری اسکوتر رو؟ تو اون سیسه. خب بریم برای ساحل.
سبک ویدیو و ولاگ حال میکنید حمایت کنید تا ما براتون بیشتر این چیزا بسازیم و نقاط بیشتر استانبول رو بهتون نشون بدیم. ستونای گنگ بیاید. آقا اون اسکوترهایی که ما می‌خوایم بررسی کنیم از 2 تا برندن. یکیش اسمش مارتیه، یکیش هم اسمش بین بین. مارتیا سبزن، بین بین آبی آسمانیه. طبق گفته‌های حالا این ور اون ور بچه‌ها و اینا میگن که بین بین ارزون‌تره و اینکه میگن مارتی خب به خاطر اینکه گرون‌تره بهتر هم هست، یعنی ترمزش و اینا خیلی بهتره، کلا استفاده کردنش راحت‌تره. ولی خب ما جفتشو بررسی می‌کنیم ببینیم در نهایت کدومش بیشتر ارزش داره تا ازشون استفاده کنیم. اینجا اپلیکیشن مارتیه، همون سبزا که گفتم. اینجا داره قیمت رو می‌نویسه، میگه برای شروع شما باید 2 لیر پرداخت کنین و هر دقیقه هم دوباره 2 لیر میندازه. شارژش نوشته که 14%. خب این کمه، اینه نمیشه گرفت. بعدم فاصله‌اش از ما 89 متر الان. میریم تا یکیشون رو تست کنیم، حالا تو ساحل ادامه‌ش رو می‌بینیم. اوکی. خب آقای فیلم رو دوباره ببین اینجا بین بین رو داریم. اینجا اپ بین بین شما می‌بینید. این همون آبی آسمانی هست که گفتم. خب اینجا نوشته که مبلغی که باید پرداخت کنید تا باز بشه اسکوتر 0. خب اینجا فهمیدیم که خیلی ارزون‌تر از مارتیه و دقیقه‌ای هم 1.5. بازم دقیقه‌ای 50 کروش ارزون‌تر از مارتی میفته که تقریبا میشه 1000 تومان. دقیقه‌ای ارزون‌تره و دیگه مبلغی هم برای باز کردنش از همون نمیگیره. فاصله‌اش از ما 364 متر و 86% هم شارژ داره. بریم براش. پاپارات پول داری؟ ما به خاطر اینکه چندین سال پشتیبان برنامه‌های مارتی و بیبین بوده، اطلاعات بسیار زیادی در زمینه اسکوترهای داخل استانبول. نه ولی جدی من خودم از بین بین خیلی استفاده میکنم برای رفتن به خونه و دانشگاه و این ور اون ور. ازش استفاده میکنم چون ارزونه. فقط یه مشکلی که من بهش خیلی برخوردم مشکل ترمزه. حالا بریم ببینیم مشکل ترمزه حل شده یا نه، چون خیلی وقت نگرفتم. اینجا همکنون گربه. سلام. آها بخارونم خودمو. آها کارش زیاد دارم. چی میگن اینا گرفتم ما رو فیلم میگیرن؟ بگم شدن. خب بریم. خیلی طولانی شد، کاش که از همونجا ما بین بین رو میگرفتیم. هنوز به ساحل نرسیدیم. خیلی نزدیکیم به ساحل، همراه ما باشید. الان دیگه میرسیم بهش. بله زیبایی ها رو مشاهده میکنید. دیگه داریم به ساحل میرسیم. یه غروب زیبا هم خواهیم داشت، در انتظارمونه. بسیار نزدیک ساحلیم. چه ویو گنگ و خفنی. امیدوارم که حال کنید. ما که داریم خیلی حال میکنیم با این ویو. دکمه چراغ رو زدیم که چراغ برای سبز شد. امیدوارم سبز شه. آقای فیلم بردار قصد شوخی داره با ما. قصد ریختن سابای ما رو داره. یه دور بین بین پیدا کردم بچه‌ها. بین بین کجاست؟ حاجی 200 خورده متر به سمت بچه‌ها همکنون ساحل داریم.
همکنون ساحل سوادیه و حالا حوالی بستانجی هستیم. خب ستونا الان لب آبیم، ساحل پشت سرمون یه سعودیه. سری یه سری جزیره هست که میبینی، جزیره های اطراف استانبولن، هر کدوم میگم اسمشون مختلفه. اون بزرگه که میبینید بویوکاداست که خیلی قشنگه، خیلی بد از این جزیره های خیلی گوگولی هنوز سنتی مونده است. خیلی باحاله. اگه از این ولاگ حمایت شه حتما اونجا میریم یه ولاگ درست میکنیم. اگه حال میکنید که ما بریم اونجا تو کامنت بنویسید که حتما میریم اون یه ولاگ هم از اونجا میگیریم براتون. داشته باشید ادامه ویدیو رو. بریم سراغ اسکوترها. خب اینجا الان کنار ساحل یه خطی برای دوچرخه و همون اسکوترها درست کردن که مردم راحت بتونن برن بیان. اکثرا اونایی که پیاده دارن اینجا راه میرن سعی میکنن که تو این خط نرن که دوچرخه و اسکوترها راحت بتونن رفت آمد کنن. این خیلی باحاله. اصلا باحال نیست. غروب دلانگیز رو بگیر آقای فیلمبردار. یاد رباتکره میندازه منو. بینبین 180 متر مستقیم. همونطور که دیدید ما از خط عبور کردیم و به ما اخطار دادن که از خط دوچرخه و اسکوتر خارج شیم. این بعده ما رو انداختن بیرون. خب برعکسی الان مارتی ماه. اینو میخوام به اصطلاح کرایه‌اش کنم. علی هم رفته بین بین بگیره و بیاد. این مارتی اسکوتر، اونم مارتی واقعیه. نشون بده بچه‌ها. مارتی واقعی پرید. بله به اون پرنده اصطلاحاً میگن مارتی. آقای فیلمبردار فارسیش چی میشه؟ مرغای آبی. مرغ آبی. خب علی بچه‌ها بین بین همونجوری که میبینید رزرو کرده و گرفته. و من الان میخوام که مارتیو بگیرم. بچه‌ها همه خب این مارتیو داریم. دست گوشی ما. خب اینطوری میایم توی اپ مارتی. اینجا توی نقشه بهمون نشون میده کجا مارتی هست. اینو که بزنیم دوربینتون رو باز میکنه. ازتون میخواد که بارکدی که اینجا هست رو اسکن کنید. بارکد نشون بده آقای فیلمبردار. این بارکد رو که اسکن کنید مارتی براتون باز میشه. یه ذره وای میستیم چون نت بده. بله خب مارتی باز شد. قفلشو باز میکنیم و درش میاریم. الان ما این مارتی رو کرایه کردیم. خب این از مارتی ما. داش علی بیا بین بینم نشونه بچه‌ها بدیم. بچه‌ها بین بین بچه‌ها. بله مقایسه دو اسکوتر برقی کنار هم. بین بین و مارتی. ولی هنوز به نظرم مشکل ترمزش حل نشده. مشکل ترمزش حل نشده. بریم تا یه مسیری رو بریم و تا اونجا برگردیم ببینیم چه جوریه. یعنی yerden kredi vermiyor. این واقعا همه چیش خوبه. هم سرعت خوبی میره هم ترمزش عالیه. حالا علی بیاد ببینیم که بین بین چطوری بوده. من از مارتی واقعا راضیم. داداشم بین بین چطوره؟ شتابی خوبه ولی این ترمزای ABS نیست. همچنان مشکل ترمز ما توی بین بین شاهدیم. اگرچه قیمتش پایین‌تره ولی ترمزش بده.
ولی شتابش خوبه. هیچ وقت ایمنی رو به قیمت ترجیح ندید. سوسماس. زاویه 360 حرکت بکنه. بله این قابلیت در بیمی وجود نداره. بیمی قفله چون ترمزاش نمیگیره. خب دمتون گرم بچه‌ها. این بود از مقایسه این دوتا. اینم بگم حدودی هر کدوم تقریبا 20 تا 25 کیلومتر در ساعت سرعتشونه. بیشتر از این نمیرن، محدود شدن. یعنی حتی اگه شما تو سرپاینی هم بری بیشتر از اون بهت اجازه نمیده بری و خودکار میزنه روی ترمز. بریم برای غذا، بریم یه غذایی بزنیم، غذای مکزیکی می‌خوایم بزنیم و بغداد هم تو این مسیر بهتون نشون میدیم. بریم. خب آقای فیلم اینجا رو بگیر. ما این سیمو اینجا رد کردیم و بستیم، حتما باید به یه جایی ببندیدش. بستیمش. خب بعد میایم توی اپلیکیشن مارتی دوباره. اینجا داره بهمون نشون میده که شما چند دقیقه است که دارید استفاده می‌کنید از این مارتی، چقدر شارژتون مونده. اینجا این گزینه رو که بزنیم همونطور که می‌بینی باید ازش عکس بگیریم. میایم اینجا. میخوری به من؟ میایم اینجا. اینطوری ازش عکس میگیریم. وای میسیم. بله آقا مارتی بسته شد و این مبلغ رو از همون کاست مبلغ 12 لیتر. خب دمتون گرم. این بود از بستن این مارتی. برای بچه همکنون کف خیابون بغدادیم. همونطور که مشاهده میکنید خیلی خیابون با صفاییه، دار و درخت و مغازه و کلا خیلی خیابون زنده ایه. داریم میریم طرف رستوران. رسیدیم به رستوران، براتون حتما از غذایی که میخوایم بزنیم ویدیو میگیریم. واقعا آقای فیلمبردار، واقعا شباهتی به آقای ولیعصر. فیلمبردار چقدر راهه تا غذا؟ ستونم چقدر راهه؟ بگو دیگه. نه نه. خب آقای فیلمبردار با دست بهمون اشاره کرد که 5 دقیقه راهه. داریم پیاده میریم به سمتش. داداش خب بچه‌ها اینور این مغازه‌های خیلی شکیل و باحال رو می‌بینید. خیلی دیزاین‌ها باحال کلا تو این خیابون، همه مغازه‌ها و ساختمونا. این یه نمونهش. مغازه چاکرا برای دیزاین خونه است. بچه‌ها اون دست خیابون همونطور که می‌بینید دارن موزیک زنده میزنن. اینجور چیزا تو استانبول خیلی عادیه. خیلی جایی که مثلا شلوغ و پر توریسته این کارو میکنن. همینطور که دارید می‌بینید داشمونه که داره گیتار الکتریکی گرفته بغل و داره میزنه. داره گرم میکنه. Yo. Underrated. برعکس اومدیم رستوران مکزیکی، اومدیم غذای مکزیکی بزنیم، اومدیم برای تاکو. ویدیوشو براتون میگیریم. حتما اگه دوست داشتید بازم بهمون بگید که رستوران کشورهای دیگه هم براتون بریم ببینیم غذاها چطوریه. ستونا خب برعکس اومدیم رستوران، منو دادم بهمون. بریم توی منو که ببینیم غذا چیه. چی بزنیم ستونا؟ چی بزنیم یزید؟ چقدر منوش رستوران مکزیکی میری باید تاکو بزنی دیگه. خیلی گسترده است، منظورم مدل‌های تاکوشه. آره خیلی منوش گسترده است واقعا. وسیعه. از منو بگیر آقای فیلمبردار.
بچه‌ها غذایی که اینجا می‌خواید بخورید حداقل برای یک نفر 100 لیر معادل 160,000 تومان در میاد تقریبا برای هر نفر. حالا مدل‌های مختلف داره، مرغ و گوشت و همه چی. قیمت‌های مختلف هم داره، تا نفری شاید مثلا 450 500 هم بره بالا قیمتا. تا یه تومن گفتم. خب سلام برای بکس، سلامی دوباره. آقا خیلی خوش برخورد بودن با همون، بهمون کلاه و لباس دادن. اینکه فهمیدن داریم برای یوتیوب ویدیو میگیریم استقبال کردن از همون، دمشون گرم. غذا رو سفارش یه دادیم. پاس مکزیکی هم در انتظارمونه احتمالاً پاسو گرفتیم امشب ملیت. بعد دیگه منتظریم الان غذا بیاد، غذا رو سفارش دادیم، غذا بیاد ببینیم چه جوریه. حتما از طعم و مزه و ایناش هم بهتون میگیم. همراه باش. سلام بچه‌ها، غذاهامون اومده. غذا اومده. خب چی این داریم؟ چیه؟ این میگوه، این مرغ، اونم گوشت اینم گوشت داره. خب گوشت داره صحبت یه دونه میکنه. میگو بیان حاجی. حاجی سس رو فراموش نکن. سس اومده. از چه شهری بود؟ از یکی از شهرهای خفن مکزیک مخصوص اومده واسه اینجا. رو هیچ میزی نیست، رو میز ما گذاشتن. فقط گفتن که بدید ما بزنیم بریم بسوزیم دیگه. کاش بدم ببریم خونه برای ویدیوهای مجازاتی. نمیشه. بزن یه ذره اینجا ببینم. بیا داداش. بابا بس زیاد نسوزی. نمیدونم چی توشی کم زدم برات. کم زدی؟ ببین چی رو ببین. بزن اینجا. بیا داداش. ببین چیه. حقیقتا حاجی بد خفنه. حقیقتا ریدم. من از کودکی تشنه فرهنگ مکزیک بودم و الان واقعا تشنه تر شدم. خیلی خفنه. جاتون خالی. همینجا هم ربات کریم مکزیک. خیلی خفن. حتما پیشنهاد میکنم. بد بال بود. دمتون گرم. ما برای بکس غذا رو زدیم. چطور بود داشتمی؟ راضی بودم. راضی بودی؟ راضی بودم. آقا به انتهای این ولاگ رسیدیم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، ساب، زنگوله هیچ یادتون نره. هوا هوا هم تاریک و سرده. یه وقتشه. تا ویدیوی دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. یا حق.